الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، به ما سؤال آمده است که آیا برای یک جوان مسلمان مؤمن موحد جایز است که در این مسابقه های قوه آزمایی در زیر پرچم کفار و با این تعظیم کردن و رکوع کردن به استادی این ورزش، به این نمود مسابقات و ورزش ها اشتراک نماید؟ بارک الله فیکم. البته این پرچم هایی که وجود دارد، پرچم های وطنی یا که گوناگون پرچم هایی که در هر یک دولتی وجود دارد، این همه پرچم ها طاغوت است و به این هیچ شکی نیست. و هر انسانی که خودش را مؤمن و موحد میگوید و در حالتهای مسابقه ورزشی پرچمی از پرچم را بالا می بردارد و در زیر این پرچم می جنگد و در آخر مسابقه در حالت غلبه یا که پیش از شروع شدن مسابقه در دستش یا در کتفش این پرچم را نشان می دهد، همچون به این معنا که این دوستداری همین پرچم است، این لشکری همین پرچم است، این یک مقدسات است در نزد اون. این همه طاغوت پرستی هست. این همه والعیاذ بالله از طاغوت پرستی هست. به خاطر همین پرچم الولاء و البرا کردن شروع می شود، به خاطر همین پرچم جنگیدن، به خاطر همین پرچم ورزش را انجام دادن، برای آبروی گویا همین پرچم را برداشتن، ورزش کردن، در زیر همین پرچم والعیاذ بالله اشتراک کردن به ورزش ها، این همه از طاغوت پرستی است. این چنین انسان ها که خودش را مسلمان و مؤمن میگوید کفر بالطاغوت ندارد. کفر بالطاغوت ندارد. این مسئله در حقیقت بنیاد بزرگ است، خطرناک است. این عمل کفر است و شرک است. از سبب اینکه این یک شرک خفی هست، همه نمیفهمد. انسان هایی که این عمل را ندانسته و نفهمیده کردند حجت رسانیده می شود. اما کسانی که فهمیدند و دیدند و دانستند و باز اختیار این عمل را کردند، البته از اسلام هیچ نصیبی ندارند. والعیاذ بالله. و این چنین در امروزه ورزش ها و مسابقاتی که وجود دارد به مانند بربه، از بربه سوال کردند، قوه آزمایی، گشتنگیری، که به نهایت در عالم امروزه این نمودی ورزش مشهور شده است، این نمودی مسابقه ها مشهور شده است. یک نمودی بگیم قاعده های خاص در این ورزش وجود دارد. یکی از قاعده هایش این است که پیش از شروع شدن مسابقه یا که پیش از شروع شدن یک ورزش معینه همه به استادشان تعظیم میکنند. انحناء یعنی سرخم کنی، سرخم میکنند، تعظیم میکنند، رکوع میکنند. هر دفعه به طرف همون سودیه هست یا استاد است میگردند، سرخم میکنند. این همه از کفر است و جایز نیست. الله سبحانه و تعالی از این نمود عملها ما را منع کرده است، زیرا سرخم کردن، تعظیم کردن، رکوع کردن،
به نزد کسی خیستن و راست ایستادن، این همه از عبادت است که باید به الله سبحانه و تعالی انجام داده شد. به غیر الله به کسی این عملها نباید انجام داد. این از باب شرک است. البته مسئله بینات خطرناک است، اما امروز که مسلمان ها همه آمیخته به کفارند، یعنی در دارالکفر زندگی میکنند، در مناطقی که کفار هستند زندگی میکنند، آمیخته به اونها از همه جهت شدگی هستند، این مسائل را گویا گمان میکنند مسائل کوچک است، اما کوچک نیست. از همین جهت برای یک مسلمان مرد، یک مسلم زن مؤمن و موحده، یک مردی که مؤمن است، یک زنی که مؤمنه هست، برای اهل توحید حرام است که فرزندش را همچنین تربیت کند در زیر بیرق کفار، در زیر گیمن کفار بگیم، یعنی گیمن به این معنا که شیر دولتیش یک طاغوتی دیگر، که وقتی که این گیمن خونده می شود دستش رو پیشی بر کرده، اشکی چشمش رو ریزونده. این چی است؟ این همه طاغوت پرستی است، یعنی طاغوت وطن پرستی، علامت های مقدسات وطن. والعیاذ بالله. و بعد از این به استاد تعظیم کردن و سجده کردن، این همه از شرک است و این از همه باید ترک کرده شود، کفر به طاغوت کرده شود. این لا اله الا الله معناش همین است، نیست معبود، نیست معبودی بر حق. لا اله معناش نیست معبودی بر حق. لا اله الحق، نیست معبودی بر حق. انکار کرده شدید. تمام مقدساتی که شما باید اون را مقدس شمارید، شعار شما باشد، این به نشان داد الله و رسول باید باشد. معنای لا اله الا الله همین است. لا اله یعنی هیچ چیزی در نزدی، هیچ اله در نزد من وجود ندارد که حق باشد بجز الله. هیچ مقدسات وجود ندارد بجز همون مقدساتی که الله اون را مقدس گفته است. هیچ سرخم کنی، تعظیم کنی و غیره به غیر الله وجود ندارد. هیچ وقت دست رو به پیشی بر کرده تعظیم کردن، گریه کردن به یک پرچم، به یک گیمن وجود ندارد. این همه شرک است، این همه مخالف لا اله الا الله است. پس مرد مسلمان، یک زنی مسلمه وقتی که لا اله میگوید باید همین چیز رو بداند. اما وقتی که لا اله الا الله میگد، من شهادت میدهم، میگد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، بعد از این میآید و سرخم میکند به استادش، یا خودش استاد میشود که دیگرها به این سرخم میکند، به این راضی است، خودش طاغوت میشود. یا بیرق را سر کتف میکند و به مردم اعلان میکند که این بیرق مقدسات ترین چیز در نزد او، دوستدارترین چیز در نزد او این است و آن و غیر. این همه از طاغوت پرستی است که نابود کننده توحید است، به شرک انسان را واقع میکند. و البته انسانی که دیده و دانسته از این چیزها دست نکشد، والعیاذ بالله، به ملت کفر انتقال مییابد. بعضی از مسلمان ها میگن که ما استادی بعضی از نمودی ورزش ها هستیم، به مانند قوا و آزمایی و غیره. 50 نفر 100 نفر مثلا شاگرد می آیند به استاد، دست ها رو پیش بر میکنند و به یک صدای مخصوص ها گویان یک بار رکوع میکنند. آیا جایز است؟ البته جایز است، حرام است. استاد راست می ایستد، اگر این استاد مسلمان باشد دیگرها به او بیان سرخم کنند، او طاغوت شد. فهمید، دید، دانست، بعد از این بخواست که مردم به او رکوع بکنند، البته این مشرک، کافر، مرتد شد. چرا که این عبادت است، عبادت رو به تو انجام داده ایستادن و تو راضی هستی. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بیان کردند که الطواغیت کثیر و رؤوسهن خمسه،
طاغوت ها بسیار است، اما از همه بزرگترین طاغوت 5 تاست. در کتاب در رسنی آمده است 7 تاست، 10 تاست. بزرگترینش، یکی از بزرگترینش و من عبیده و هو راض، هر کسی که عبادت شود و راضی باشد، به او سجده کرده شود و او راضی باشد، به او رکوع کرده شود و او راضی باشد. پس وقتی که ما این سخن رو میگیم، مسلمان ها ناراحت میشوند، میگن این من هست، آن من هست. ورزشگر شود به استاد باید یعنی سرخم نکند، استاد شود شاگردا به او سرخم نکند، به ورزش های المپیادوی رود در اونجا باید بیرق نبردارد، به زیر گیم به این چنین چیزها میگد ما نمیتوانیم. فرزندای ما اشتراک کردن میتونند، ما میگیم اشتراک نکنند، البته ورزش کنند، به این هم میشود که ورزش کنند. لیکن این همه ورزش هایی که امروز ساخته شده است، این برای همین طاغوت پرستی است. بعضی ها فرزندای خود را به فوتبال میبرند، چنان فرزندانشان را به این ترغیب و تشویق میکنند که طاغوت پرست همه شدند. حیاتش، زندگیش فوتبال است و خودش را به تشبیه به اونها میکند. و از این نمودی طاغوت پرستی باید مرد مسلمان فرزندش را نگه دارد. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.